بعضی موقع یه چیزایی سخته، یعنی سخته که همیشه بخوای برخلاف جهت رودخونه شنا بکنی، سخته که بخوای همش مقاومت بکنی. بعضی موقع باید خودتو ول بکنی. هی داری چه غلطی میکنی؟ چی توی مملکت سر جاش؟ یعنی چی که گفتی؟ چی یعنی چی دایی؟ میگم توی مملکت همه چی مگه سر جاشه؟ یه دفعه منطقی باشی. اصلا تو با اون دوستات معلومه چه غلطی داری میکنی؟ ما از این چیزا میخواستیم، از اینه. آقا سگی دیگه. من سگم؟ نه آقا این محمود ساقی که گرفتم تو تلویزیون اعدامشو نشون داد. کارتو خوب انجام دادی. صاحب سیده فهمید، ارشادم بهش گیر داده و اونم من تهدید کرده که ازم شکایت کنه. میخوای بری اونو ببینی؟ گیره، زن داره، شوهر دخترموته. از طرف خدا باشی، کسی چه میگه؟ بهش فکر کن دایی.